سلام. دعوای بین باندهای اصولگرا داره به مراحل پایانی نزدیک میشه. رقابت خیلی فشرده است، خشونت کلامی، هل دادن، تکل از پشت به وفور توی زمین دیده میشه. حتی در روزهای جنازه گردونی خامنه‌ای هم مواردی مثل سنگ پرانی به همدیگه مشاهده شد. دو قطبی داغ همچنان دو قطبی جنگ یا توافقه که هر دو طرف هیچ فرصتی رو برای کوبیدن حریف از دست نمیدن. این چیزایی که گاهی اوقات گفته میشه که آدم قلبش جریحه دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن. نه چرا یه چیزی میگید که ما احساس بکنیم یا شما دارید احساس بکنید ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله، شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتم طلقا، به فرزندانشان بگید یبن طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیاریم پیش حضرت آیت الله آقا سید مجتبی خامنه ای. ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن. وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی‌ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه نظامی‌ها یکیان. صورت مسئله اینه که بعد از 40 روز جنگ نظام ضعیف شده و به قول خودشون توان بازدارندگیش رو از دست داده. حالا یه طرف میگه باید بریم با حریف توافق کنیم، طرف دیگه میگه باید تا میتونیم شاخ و شونه بکشیم و کم نیاریم. دعوا هم فقط یک اختلاف نظری نیست، بلکه تاپ‌های مرگ هم دیگه و خائن نامیدن هم توی شعارهاشون جلو میرن. دل تو رو میگم، همه با هم حیدر حیدر. قشنگ معلومه که جمعیت داره یه شعاری میده که خیلی نشان دهنده وحدت نیست که بلافاصله مداحه میپره وسط با یه حیدر حیدر سر گله رو کج میکنه به یه جای دیگه. این اتفاق هم یک اتفاق کوچولو که فقط یه جا روی آنتن پخش زنده رفته باشه نیست، بلکه بارها و بارها تکرار شد که صدای یه سری از همین باند تندروها رو هم در آورد. من توی اخبار امروز 3-4 تا فیلم دیدم از شعارهایی که مردم علیه آقای پزشکیان و عراقچی تو مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دادن و حالا با حرفای مختلف، شعارهای مختلف مثل سازشگر و مرگ بر وطن فروش و بیشرف و اینها در واقع کاری کردن که اونها مراسم رو ترک بکنن. ما اینجا باید تعارف رو کنار بگذاریم. اگر کاری غلط هست رو واقعا باش مرزبندی کنیم. اولا که خب این کار واقعا کار درستی نیستش، بالاخره مقامات رسمی کشورن. ولی این حرفای لین و بیان که برای اون بسیجیان تندروی ولایت مدار اثری نداره. اونا تازه شاکیان که چرا توی چند نقطه تلویزیون حکومتی شعارهاشون رو پخش نکرده. مردم رو ساکت نکنید، آهنگ بزنه روی شعارهای مردم. چرا وقتی مردم شعار میدن آهنگ میذاره تلفیما؟ چرا اینقدر مردم رو ساکت میکنید؟ چرا اینقدر موافق خائنین هستید؟ یقه مجری حکومتی رو گرفتن که چرا شعارهامون رو پخش نکردی. اونم مجری که همیشه خودش توی بیت بود و از همین جماعت ولایت مدار گزارش تهیه میکرد. اصلا برای همین کارم اونجا رفته. حالا این که هیچ جاش برسه حتی رئیس صدا و سیما و بالاترش هم سیبل میکنن. رسایی عضو مجلس آخوندی: آقای جبلی، هر کس به شما دستور داده شعار مرگ بر سازشکار را سانسور کنید حتما عامل دشمن است. شک نکنید هر فردی، هر سازمانی، هر شورایی به شما چنین دستورالعملی داده دچار استحاله شده. خلاصه این که توی این جمعیتی که برای چال کردن ولی فقیه قبلی جمع کرده بودن به لحاظ شعار باگ آوردن و جماعتشون تعیین تکلیف نبودن مرگ بر سازشکار رو بگن یا نگن. بسیجیای گیج خورده هم توی هر تجمعی با سخنران خودشون تنظیم میکردن. اگر سخنران یه شیب اینوری میگرفت اونا هم باش میرفتن. اگر میبینید که جمهوری اسلامی مذاکره صلح نیست، مگر میشود که
امام حسین با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر می شود؟ هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. این آخوندی که اینجا فاز تهاجم برداشته، آخوند علی خمینی، نوه همون خمینی کفنپاره است. البته فکر نکنید این که داره اینجا گلو پاره میکنه جناحش رو عوض کرده و خیلی ضد مذاکره و طرفدار جنگ شده. نه، 2 قدم اونورتر حرف اصلیش رو میزنه و معلوم میشه که این ادا اطوارها برای مجلس گرم کردن فقط. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. برخی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. چون میگیم خب چرا ما بجنگیم؟ چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورند. یعنی ما بشینیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن. قشنگ با یک راهنمای چپ پیچید به راست. خود بسیجی که اون جلوش نشسته متوجه نشد که از کجا خورد، ولی یهو دید وایساده تو جبهه ضد جنگ. البته بعضیاشون هم دست علی خمینی رو خوندن و اینجوری ازش یقه گرفتن. آقای سید علی خمینی، شما نوه امام خمینی هستید، برادر آقای سید حسن خمینی هستید، پسر احمد آقای خمینی هستید. شما مگه همون آدمی نیستی که تو مراسم وداع در مصلی ایستاده بودید هنگام پخش قرآن، مجلس رو ترک کردید، گفتی به ما توهین شده و در رابطه ما بلند شدید دنبال داداشت رفتی؟ داداشت کیه؟ یه اصلاح طلب. داداشت این کاره است، اصلاح طلبه، هیچ وقت به ایشون رهبری نمیرسه. حالا شما این نشستی فکر کردید اینجا که چیکار کنیم تخم مرغاتون رو توی سبد نذارید. ایشون که هیچ وقت رهبر نمیشه. اومدن شما رو علم کردن، یه گفتن اصولگرا تو برو طرف اصولگراها، شما اومدین و ما میدونیم شما الان دارید طناب میزنید، خودتون آماده میکنید برای رهبری 4م، دوباره میخواید شما رهبری رو بکشونید تو خاندان خودتون، چون فکر میکنید حقتون ضایع شده، این رهبری مال شما بوده. داداش ما فهمیدیم میخواید چیکار کنی، ما خودمون زغال فروشیم، شما ما رو سیاه نفرمایید داداش. از این مدل زغال فروش ها توی هر دو باند نظام زیاد پیدا میشه. کسانی که فکر میکنن دست رقیب رو خوندن و تئوری توطئه هاشون رو برملا میکنن. من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من اسمش میذارم کودتای نرم. عبور از انقلابه. تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارشا از عرصه سیاسی کشور به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه. چون ساده کنار برو نیستن، بحثشون هم عبور از انقلابه که راستش ما میذاریم کودتا. چون این کودتا مفهومش هم با گذشته فرق میکنه. یه سری میومدن از درون خود ارتش و یا ساختار حکومتی اون رو کله کنه. اصلا این مدل‌ها نیست. اصلا دست کودتا چی رو کسی نمیتونه ببینه. پس این یکی داره یه دستای پشت پرده‌ای رو میبینه که دارن توی نظام کودتا میکنن. منظورش هم کودتا علیه ولی فقیه دیگه. البته یه کودتایی که قراره در خفا پیش بره و فقط بعضیا میبیننش، مثل این کارشناس حکومتی که عشق دیده شدن هم داره. از این داریم تا انحلال سپاه. اصلا که شما بگم انحلال سپاه الان دیگه تو پیگیری دارن میکنن در داخل، با اطلاع دارم به شما میگم. فکر نکنید منویاته، به شکل سیستماتیک انحلال سپاه داره همه الان در برخی از محافل پیگیری میشه. پس تو این دعوای باندی پروژه‌های بزرگی داره پیگیری میشه که یکیش انحلال سپاهه. حالا اینکه این پروژه چقدر پیش بره بماند، ولی ظاهرا نفس مطرح کردن اینکه چنین پروژه‌ای در دستور کار قرار گرفته بدنه نظام رو دچار لرزش جدی میکنه. در مورد اینکه آقا طرح سیستماتیک انحلال سپاه هم ببینید اینم از اون حرفاست، دوباره میاد بخش نظامی رو در مقابل بخش سیاسی قرار میده. خب همه وقتی این حرف زده میشه ذهنیتشون میره سمت اینکه خب دیگه اصلاح طلب‌ها و نمیدونم
خلاصه بخش وفاقی کشور و اینا میخوان مثلا از شر سپاه خلاص شن و شاید حالا 4 نفر نشستن دیگه جا توی اتاقی یه حرفی زدن، بعد ما پاشیم بیایم اینو تو اذهان عمومی کشور مطرح کنیم، بگیم به شکل سیستماتیک سپاه میخواد منحل بشه، میخوان سپاه رو منحل کنن. آقا کشکه همینجوری الکیه. خب این جز دوباره تشویش اذهان عمومی و دوباره دو قطبی کردن فضای نظامی سیاسی کشور چه حاصلی داره؟ از اون طرف مهرهای باند تندروی نظام که الان تقریبا تلویزیون آخوندی رو هم قبضه کردن، سفارش جنگ میدن، کاری هم به هزینه‌اش ندارن. اینا میگن بقای نظام با جنگ به دست میاد. آقا اومده نقض کرده قرارداد رو، چند جا قرارداد تفاهم رو بله نقض کرد. شما اگه اول جلوش درست نایستی تا بقیه قراردادم خراب میره. حالا چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است. یه دونه کشتی نه، هر چند تا کشتی داره میبره بزن، هزینه رو ببر بالا، بعد آخ بگه، بعد دردش بیاد. علاوه بر اینا چاهای نفت و گاز، خط لوله پایین هست، اینا رو چرا نمیزنی؟ برو تو باب‌المندب، تو که پیش دستانه کار کردی، همون موقعی که بیت شمس کار کردی تو باب‌المندب بله، اتفاقاتی افتاد دیگه. خب تو که میتونی برو اونجا. آقا وقتی میخواد 20 تا کشتی ببره، یه کاری کن 30 تا کشتیش بخوره، 30 تا کشتی تجاری نفتیش بخوره، بفهم شوخی نداری. اما در برابر این ایده باند مقابل میگن که بابا تنگه رو ولش کن، الان تفاهم رو بچسب از دست در نره. چیه با خاطر یک کشتی که داره از اون طرف رد میشه تمام مملکت رو داره میبری توی جنگ؟ مثل همین چیزی که الان اتفاق افتاد. الان بحث پول نبود که، بحث مدیریت بود. تو میخوای اعمال مدیریت کنی، جنگ شد. ببین الان چه اتفاقی افتاد. ما از یک کشوری که برد ظلم واقع شدیم الان داریم به یک کشور میشه یاغی، سرکش. حدید اونا، حدید دنیا، بله. منطقه، بقیه. ما فقط با بگیم آقا تنگه مثل قبل. این که الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست، به نظر من بیراه هست. اینها فقط موجب بشه خیلی رو علیه خودمون بکنیم، کشورهای منطقه رو علیه خودمون بکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون بکنیم، دوستان خودمون علیه خودمون بکنیم با این بحثا. که چی؟ حالا آمریکا، عمان که همچین کاری نکرده، آمریکا اومده همچین کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده، بکنه. کار زشتی کرده، کار بدی کرده، نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. آقا ول کنید، برش کردیم، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط دردسره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گذاشتیم کنار. حالا اومدید میگه آقا با از خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت. با دیپلماسی با این انجام میشه، نه با موشک. اصلا ما چرا آقای دکتر اینقدر همه چیز حیثیتی میکنیم توی سیاست خارجیمون؟ الان قبلا هسته‌ای حیثیتی بود، الان تنگم حیثیتی شد. بله، اسباب تأسف دیگه. چرا این علتش چیه؟ اونا رو برای از جامعه شناسا بپرس، و روانشناسا بپرس، برای چی با این کارو میکنیم؟ این هم یک از سوالات مهم درون سیستمه که اساساً چرا یک دفعه تنگه هرمز اینجوری شد که به خاطرش باید کل کشور وارد جنگ بشه. قبلا همین بحث رو در مورد اورانیوم داشتن که آقا میارزه به خاطر چند کیلو اورانیوم کشور رو وارد جنگ کنیم یا نه. الان همین بحث سر تنگه اومده روی میز که آخه این تنگه که تا قبل از جنگ باز بود، چرا الان باید به خاطر هر کشتی که از توش رد میشه یه بار وارد جنگ بشیم؟ کدوم تنگه هرمز؟ چرا بهانه میتراشید یه چیز جدیدی درست میکنید برای مردم به هیجان بیاد، پرچم بگذارید تو تنگه هرمز ماهیش مال شماست. اگه بتونید شیرجه برید زیرش، صدفش مال شماست. اگه نفت پیدا کنید، نفتش مال شماست. اما حق به اصطلاح عبور و مرور تاریخی صدها سالش، تازه نصفش هم که یه کشور دیگه اونور نشسته، بعد میگیم از اون ورم اگه کسی بزن ما میزنیمش. بابا دست بردارید، اجازه بدید. شما اگر میخواید تأمین رفت آمد بکنید یا سازمان بین المللی ناظر باید باشه، هرگز دست یه دونه دولت. تو دنیا پر از تنگه است، بی خیر ما رو هم میگیرن. از تموم نشده دارن از باب‌المندب. چرا؟ چون ما نفوذ داریم رو حوثی، تفنگ و فشنگ هم داریم میزنیم، باب‌المندب هم میگیریم. بابا دست باید با دنیا در سازگاری رفتار کرد. اما باند جنگ طلب که اصلا وارد حساب و کتاب هزینه فایده نمیشه. از دیدگاه اینا اصلا مهم نیست که جنگ چه هزینه‌ای به مردم وارد میکنه، چه عواقبی داره. اینا کلا توی لیگ دیگه‌ان. در هر حالتی چه خودشون باشن چه نباشن همیشه احساس پیروزی میکنن.
همه اینا پیروزیه. همه این 40 شب و 40 روز برای ما پیروزیه. ما در اولین بار بعد از جنگ جهانی هواپیماهای نظامی آمریکا رو ساقط کردیم. برای اولین بار F-35 رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار آواکس آمریکایی رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه موشکباران کردیم. ما برای اولین بار رادار 1 میلیارد دلاری آمریکا رو با پهپادهای ارزان قیمت خودمون از رده خارج کردیم. اینا همه پیروزیه. اما این مذاکره نه. این طرف دارن جشن پیروزی میگیرن، اون طرف میگن بابا تو هنوز گرمی حالیت نیست. آخه با این فرمون 2 قدم بعد به کجا میخوای برسی؟ متاسفانه کسانی که در خط مقاومت هستن پیروزی ایران رو اینطوری تعریف میکنن که چقدر کشورهای عربی لطمه خوردن، چقدر اسرائیل لطمه خورده و نظام جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده. سر پاس. این پیروزی نیست. پیروزی ما در این نیست که دیگران چقدر لطمه خوردن. پیروزی ما در اینه که آیا در افق پیشارو ما میتونیم از بلاهای اقتصادی اجتماعی که گریبان ملت رو میگیره جان سالم به در ببریم. ارزیابی من این هست که احتمالش متاسفانه زیاد نیست. بعد جدا از بلاهای اقتصادی اجتماعی که در صورت ادامه جنگ در چشمانداز هستند، مشکل دیگه‌شون اینه که اونایی که قراره بجنگن هم دارن سیگنال خستگی و فرسوده شدن میدن. ما الان تو جزیره هرمز قرار داریم، دمای هوا 55 درجه و میزان رطوبت 90%. الان خصوص تو شب که دیگه باد هم وجود نداره و بچه‌ها به سختی دارن اینجا مقاومت میکنن. این رو میگم تا اونهایی که تو خونه نشستن پشت پیام رسان ها هستن بدونن که جنگ چه سختی هایی داره. اینکه زیر اسکلت بشینی و نهایتاً شب و زحمت بکشی تا سر کوچت بری نیست. جنگیدن تو میدون نبرد معادلاتی داره، سختی هایی داره که تا نیای داخل میدون، تا نیای تو گود مشخص نمیشه. اینطور بود که یک جماعت ضد جنگ در درون نظام کمپین رو انداختن که همونایی که ادعای پیروزی میکنن رو بفرستیم جنوب ببینیم اون وقت چی میگن. من خواستار اعزام رسایی، نبویان، ثابتی و تمام جنگجویان زیر اسپلیتی به جزیره هرمز با دمای 55 درجه و رطوبت 90% هستم. من هم تقاضا دارم هر کس به دنبال جنگ هست و جنگ طلب، به خصوص رسایی، جلیلی، رائفی پور رو برای 1 هفته دفاع از وطن به جبهه‌های جنوب بفرستید. اونایی که در درون نظام مخالف جنگن، یکی دیگه از چیزهایی که روش انگشت میذارن بحث خسارت‌های جنگه که آثارش در دراز مدت باقی میمونه. به دین، به پیغمبر جنگ مجدد به نفع ما نیست. خیلی از اینا رو به دست خواهیم داد. گیریم ما الان رفتیم زدیم پایگاه‌های نمی‌فهمم آمریکا و زدیم کشورهای عرب رو زدیم. و چه اتفاقی میفته؟ اونا هم میان میزنن با دعوا داغ زیر ساختای ما رو میکنن. خب چی میشه نتیجهش؟ اونا که پول دارن میرن دوباره میدن آقا ترامپ که چیزی بدی نیست، میره 3 برابر پول میگیره ازشون بازارشون میسازه. ما میخوایم چیکار کنه؟ یکی دیگه از پیامدهای جنگ که کمتر بهش توجه میشه، تأثیراتش روی معیشت مردمه. افزایش گرانی و بیکاری و رکود کسب و کار مردم همه از آثار جانبی جنگه که در یک جنگ دراز مدت زیانهای جدی به مردم وارد میکنه. اما الان تلاش میکنن با تجمعات خیابانی و شعارهای دهن پر کن اون رو بپوشونن. اما همین جنگ 40 روزه اخیر در این زمینه خسارات جدی وارد کرده. همین لطمه هایی که تو جنگ 40 روزه خوردیم به برخی از ابعادش اشاره میکنم. بیکاری، ارزیابی ها میگه بین 2 میلیون تا 4 میلیون نفر جمعیت به مجموعه بیکاران و نیمه بیکاران اضافه شدن. حدوداً بین 4 میلیون تا 6 میلیون نفر افزوده میشن به کسانی که پیشاپیش زیر خط فقر بودن. تولید در مملکت لطمه خورده. همه اینها متاسفانه میگه نرخ ارز رو به افزایشه، به شدت هم رو به افزایش هست. خود اون تاثیر مجددا روی تورم میگذاره. آقایونی که امروز در مورد جنگ تصمیم میگیرن تمام تمرکزشون رو درجه تاباوری نظامی و اجتماعی اقتصادی است در لحظه اکنون. نه اینکه نفهمن، میفهمن
تاباوری اجتماعی و اقتصادی در ادوار پیش رو هم مهمه، اما اون رو عملاً وارد محاسباتشون نمی کنن و به این اعتبار هزینه‌های جنگ رو، هزینه‌های دراز مدت جنگ رو به مراتب کوچکتر از اون چیزی نشون میدن که متاسفانه در واقع گریبان ما رو خواهد گرفت. بله، این وضعیت جنگی و بلا تکلیفی ملت در مورد آینده تمام فشارش روی مردمیه که قبل از جنگ هم با انواع مشکلات مثل بیبرقی و گرانی دست و پنجه نرم می‌کردند، اما الان سایه جنگ اوضاع رو بدتر از قبل کرده. شافنر شکسته، زیر شکسته 2 میلیون پول ما اصلا یاد نمیدیم. شافنر پیکانه جوش داده باشیم. این با آماده امروز جامعه التماس میکنه، میگه پول شافنری بگیرم ندارم، بیا بره اصفهان بازن بچهش، بذار مسئولین ببینن. 4 روز اومد وضع کارکاسبی ها خوب بشه، دوباره ترامو او رو حمله کرد، او رو حمله کرد. این وسط ما مردم یا بسازیم هی حمله میکنه، هی ایجار میزنه، هی اوجار میزنه، هی کارکاسبی ها رو میخوونه، همه رو حیرون کردین. با یکم وا بدید دیگه، وا بدید دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه، واقعا بریدیم. این تریلیمه، حال خودمه، به ناموسم قسم صبحی بار زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرایه تاکسی نداشتم برم تا خونه. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف نمیزن چون یه مهر سیاسی میزید تو پیشونیشون میکشونیشون بالا. پدرها رو شرمنده کردید، وا بدید. نمیتونید برید بذارید کسی دیگه بیاد. پس بیدلیل نیست که ولی فقیه نورسیده میخواد برای حفظ و تثبیت هژمونیش در درون حکومت بر ادامه خط جنگ پافشاری کنه، خطی که تمام رنجهاش متوجه مردم خواهد شد و این خودش دلیلی بر افزایش خشم و نفرت مردم از ولایت کینگ مجتبی میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.